يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني این عبارت چه؟ یعنی الله سبحانه و تعالی میگوید که یا بنده هاش به چه میگوید؟ یعنی شماها چه؟ یعنی لن تبلغوا ضري فتضروني، یعنی من چه ضرر رسونده نمیتوانید. یعنی بنده ها چه الله سبحانه و تعالی به یک منفعت یا ضرر رسونده نمیتوانند، برای که الله سبحانه و تعالی چه است؟ غنی حمید. الله تعالی خودش چه به حاجت از همه، و الله تعالی خود بنده هاش به چه حاجت ندارد. یعنی ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، یعنی همون هایی که یعنی کفر به اشتباه میکنند بایها چه توی غمگین نکنانند، بایها چه الله سبحانه و تعالی به ضرر رسانده نمیتوانند. و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، یعنی این مثلا مرتد شدنش، از دین گشتنش، این کارش که چه الله سبحانه و تعالی به هیچ وقت چه ضرر رسانده نمیتواند. یعنی تو عملی کردگید، گناه عملی کردگید که الله به چه هیچ وقت فایده نمیبیاری. هم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعنی خلق انسان و جن برای چی بود؟ یعنی برای که الله تعالی وای خلق نکرد که تو که چی وای ها به محتاج، نه، تو که چی وای ها عبادت کنن. تو برای خودت عبادت میکنی، برای خودت عبادت میکنی. یعنی الله سبحانه و تعالی عبادت تو به چی حاجت ندارد. ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. یعنی حج فرض هم میبنی آدم به کسی که قادر باشه، و کسی که اگر یعنی نه چی نکند، الله چی وای غنی عن العالمین، الله به حاجت از عالم ها. الله توی حجت به قربانیت به حاجت ندارد، این چیزات به الله سبحانه و تعالی حاجت ندارد. نعم.